بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. برای مردم حسابشان نزدیک شد ولی ایشان در غفلتند و از تسلیم شدن به حق روگردان. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هر یادآوری تازه‌ای که به ایشان از جانب پروردگارشان می آید آن را می شنوند ولی به بازی می گیرند. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. در حالی که دلهایشان به امور بیهوده گرفتار شده است و ستمگاران به پنهانی با یکدیگر به راز و نیاز پرداخته میگویند آیا این پیامبر بشر مثل شما نیست؟ آیا دیده و دانسته فریب سحر او را میخورید؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. گفت پروردگار من هر سخنی را که در آسمان و زمین گفته شود میداند و او شنوا و داناست. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. بلکه میگویند آنچه را محمد آورده است خوابهای شوریده است و بلکه آن را افترا کرده، بلکه او شاعر است و اگر چنین نیست پس برای ما معجزه بیاورد به همان گونه‌ای که پیشینیان با آن فرستاده شده‌اند. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم یؤمنون. مردم هر سرزمینی را پیش از ایشان که هلاک ساختیم ایمان نیاوردند، آیا اینها ایمان میآورند؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی می کردیم. در این صورت از مردان با خبر بپرسید اگر نمی دانید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. و ما ایشان را جسدهایی که طعام نمیخورند نیافریدیم و جاودان نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. و سپس وعده را که به ایشان داده بودیم به جا آوردیم، پس آنها را با هر کسی دیگر که خواستیم نجات دادیم و اسراف کنندگان را هلاک ساختیم. لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. بیگمان به شما کتابی فرو فرستادیم که در آن عزت شماست، آیا نمی دانید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. چه سرزمین‌هایی را که مردم آن ستمگار بودند در هم شکستیم و بعد از ایشان گروه دیگر را آفریدیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. ولی چون عذاب ما را احساس کردند در دم از آن گریختند. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نگریزید، به همان جای آسوده حالی که داشتید و به خانه های خیش برگردید تا باشد که سؤال کرده شوید.
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند ای وای به حال ما، واقعا که ما ستمگار بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. و همیشه این دعوایشان بود تا اینکه آنها را درو یعنی ریشه‌کن کردیم و خاموش ساختیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و ما آسمان و زمین را و آنچه را در میان آنها است برای بازی نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اگر میخواستیم که بازیچه بگیریم، بیگمان بازیچه مناسب به شأن خیش برمیگزیدیم اگر چنین میکردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه ما حق را بر سر باطل میکوبیم، حق باطل را نابود میسازد و به این ترتیب باطل تباه شده نیست. ولی وای به شما از این توصیف نادرستی که میکنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و از آن او هستند همه کسانی که در آسمانها و زمینند و آنانی که نزد او هستند از پرستش او سرکشی نمی کنند و نه هم خسته می شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شب و روز تسبیح می گویند و هرگز سستی نمی ورزند. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. یا آیا ایشان معبودانی گرفتند که می توانند از زمین موجودات را زنده و پراگنده کنند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در این زمین و آسمان ها معبودان جز خداوند یکتا می بودند، بیگمان نظام زمین و نظام آسمان هر دو به هم می خورد. پس منزه است خدای پروردگار عرش از آنچه او را به آن وصف می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. او از آنچه می کند پرسیدن نمی شود ولی ایشان بازخواست می شود. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا جز او معبودان دیگری برگزیدند؟ بگو دلیل خیش را بیاورید. این از پیام کسانی که با من هستند و پیام آنانی که پیش از من بودند، اما اکثر ایشان سخن حق را نمی دانند. پس ایشان به این دلیل از آن گریزانند. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحی کردیم که نیست معبودی به جز من، پس مرا پرستش کنید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند خدای رحمان برای خیش فرزندی گرفته است. او از این نسبت ها منزه است، بلکه اینها که به خدایی نسبت داده می شوند بندگان صاحب مکرمتی هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. و هرگز پیش از دستور او سخن نمی گویند
و تنها به حکم او عمل می کنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خداوند کارهای گذشته و آینده ایشان را می داند و جز برای کسی که خدا از او راضی باشد شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هر که از ایشان بگوید من جز خدا معبودم، پس او را به دوزخ جزا می دهیم و ستمگاران را چنین جزا می دهیم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوست بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم و از آب هر چیز زنده را ساختیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و بر زمین کوهها را برقرار گردانیدیم تا ایشان را حرکت ندهد و در آن وادی ها و راه های قرار دادیم تا باشد که ایشان رهیاب شوند و به جایی که می خواهند برسند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. و آسمان را سقف محفوظ ساختیم اما ایشان از نشانه های آن روگردانند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. و اوست که شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید که هر کدام در مدار شنا می کنند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. برای هیچ بشری پیش از تو زندگی جاودان ندادیم، پس اگر تو بمیری آیا آنها جاودانه زندگی میکنند؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر کس چشنده طعم مرگ است و ما شما را با آزمونهای خیر و شر مبتلا می سازیم و به سوی ما بازگردانیده می شوید. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. چون کافران تو را می بینند تو را جز به استهزا نمی گیرند و می گویند آیا این است همان کسی که درباره خدایان شما حرف می زند؟ و ایشان از ذکر خداوند رحمان انکار می ورزند. خلق الانسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون. آری انسان از شتاب زدگی آفریده شده است، به زودی به شما نشانه های خود را نشان می دهیم، پس شتاب مورزید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میگویند چی وقت این وعده بجا می شود اگر راست میگویید؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر
کافران آن وقت را می دانستند که چون عذاب خدایی بیاید آتش را از روی خود و از پشت خیش دفع کرده نمی توانند و ایشان کمکی نمی شود، اینقدر در جستجوی عذاب خدا نمی شدند. بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. آری این عذاب ناگهانی به سر وقتشان می رسد و ایشان را مبهوت می گرداند که نه آن را رد کرده می توانند و نه به آنها مهلتی داده می شود. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. و بیگمان به پیامبران پیش از تو نیز استهزا شده است، پس به همان عذابی که آن را استهزا می کردند گرفتار شدند. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بگو شما را کی شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگهبانی می کند، ولی ایشان از یاد پروردگار خیش روگردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا ایشان جز از ما معبودانی دارند که ایشان را دفاع کنند؟ ایشان به خود کمک کردن نمی توانند و نه از جانب ما حمایت می شوند. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکه این ما بودیم که ایشان را و پدران ایشان را از وسایل زندگی بهره اندوز گردانیدیم تا اینکه عمرشان دراز شد. آیا نمی بینند که ما زمین را به گونه تصرف می کنیم که به تدریج از اطراف آن می کاهیم؟ پس آیا ایشان غالبند یا ما؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. بگو من شما را به وسیله وحی بیم می دهم، ولی کران آواز را نمی شنوند چون بیم داده شود. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. و اگر باد سوزانی از عذاب پروردگارت به ایشان برسد، یقینا میگویند ای وای بر ما، واقعا ستمگار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ترازوی عدالت را در روز قیامت در میان میگذاریم، پس به هیچ کس ظلمی نمی شود و اگر به وزن خردلی هم عملی باشد آن را به میدان محاسبه می آوریم و ما به حیث حساب کننده بسنده ایم. ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین. بدون شک ما به موسی و هارون فرقان یعنی جدا کننده حق را از باطل و نور و مایه پند پرهیزگاران را دادیم. الذين يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. آنهایی که از پروردگارشان در غیب یعنی نهان می ترسند و نیز ایشان از قیامت ترس دارند.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. و این قرآن پیامی است مبارک که آن را نازل کردیم، پس آیا از آن انکار می کنید؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. و بدون شک ما به ابراهیم از پیش وسیله رشد او را داده بودیم و از احوال او خبر داشتیم. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنگامی که به پدرش و قومش گفت این تمثال ها چیست که به خدمت آن کمر بسته اید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. گفتند پدران خیش را دیدیم که آنها را می پرستند. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. گفت شما و پدران شما یقینا در گمراهی آشکارا بوده اید. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. گفتند آیا تو به ما چیزی را که حق است آوردی یا از جمله شوخی کنندگان هستی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت بلکه پروردگار شما همانا پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را از هیچ آفرید و من از گواهان این حقیقت می باشم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و به خدا سوگند که در مورد بت‌های شما چون از ایشان روی برگشتاندید و رفتید چاره می اندیشم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سرانجام همه آنها را قطع قطع کرد جز بت کلان آنها را تا به آن رجوع کنند و از آن چگونگی موضوع را بپرسند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. گفتند کسی که این کار را در حق معبودان ما کرده بیگمان از جمله ستمگاران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. عده‌ای از ایشان گفتند جوانی را شنیدیم که در باب بت‌ها سخنان زشتی می گفت، او را ابراهیم می گفتند. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. گفتند او را به حضور مردم بیاورید تا باشد که ایشان شاهد باشند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. گفتند ای ابراهیم آیا این کار را به حق بت‌های ما تو انجام دادی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت بلکه این کار را کلانشان کرده است، از ایشان بپرسید اگر سخن میگویند. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. چون به عقل و وجدان خود رجوع کردند با خود گفتند واقعا شما ستمگارید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس سرهای خیش را پایان انداخته به ابراهیم گفتند یقینا میدانی که اینها سخن نمیگویند. قال
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم گفت آیا شما جز خدا چیزهایی را می پرستید که به شما نه سودی رسانده می توانند و نه هم زیانی؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه به جز خداوند بر حق می پرستید، آیا عقل ندارید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. گفتند او را بسوزانید و معبودان خیش را سرافراز سازید اگر کاری می کنید. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و مایه سلامتی شو. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خواستند به او دسیسه چینند اما ما ایشان را زیانکارترین مردم گردانیدیم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. و ما نجات ابراهیم و لوط را به سوی سرزمین فراهم ساختیم که در آن برای جهانیان برکت نهادیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين. و ما به او اسحاق را دادیم و هم یعقوب را بر آن علاوه ساختیم و هر یک از ایشان را نیکوکار گردانیدیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و ایشان را پیشوایان گردانیدیم که مطابق به امر ما مردم را راهنمایی می‌کردند و به ایشان کارهای نیکو، ادای نماز به تمام و کمال و دادن زکات را وحی کردیم، یعنی فرمان دادیم و اینها تنها ما را پرستش می‌کردند. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. و به لوط نیز حکمت و علم دادیم و او را از سرزمینی که مردم آن به کارهای پلید گراییده بودند نجات دادیم. بیگمان ایشان مردم بد و فاسق بودند. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. و ما لوط را به آغوش مرحمت خیش جا دادیم، واقعا او از نیکوکاران بود. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و نوح را به یاد آور که پیش از آنها به پروردگار خیش نیایش کرد، پس دعای او را اجابت کردیم و او و خانواده اش را از آن مصیبت بزرگ نجات دادیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند کمک کردیم. واقعا ایشان گروه بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
و داود و سلیمان را به یاد دار هنگامی که درباره کشتزاری که شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده بودند و مزرعه را پایمال کرده بودند داوری می نمودند و ما شاهد داوری ایشان بودیم. ففهمناها سلیمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. این داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از ایشان حکمت و دانش دادیم و کوها را طور سربفرمان قرار دادیم که در تسبیح خداوند داود را همراهی می نمودند و مرغان نیز و این کارها را کردیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و به او صنعت زره را برای شما آموختیم تا شما را در جنگهای شما حفاظت کند. پس آیا شما شکرگزار هستید؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. و برای سلیمان تند باد را مسخر گردانیدیم که به فرمان او به سوی زمینی که در آن برکت نهاده میوزی و ما به هر چیز آگاهیم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. و از شیاطین گروهی را مطیع ساختیم که برای او غواصی و نیز کارهای دیگری غیر از این می کردند و ما مراقب حالشان بودیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. و ایوب را به یاد دار هنگامی که به پروردگارش نیایش کرد که واقعا بیچارگی به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس دعای او را اجابت کردیم و بیچارگیش را برطرف ساختیم و خانواده او را به او باز دادیم و بر ایشان همانند تعدادشان را افزون گردانیدیم. از روی مرحمتی از جانب ما بر ایشان بود و پندی برای پرستش کنندگان. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین. و اسماعیل، ادریس و ذوالکفل را به یاد دار همه ایشان از شکیبایان بودند. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ما ایشان را در آغوش مرحمت خیش جای دادیم و حقا که ایشان از نیکوکاران بودند. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و ذوالنون را به یاد دار چون از میان قومش خشمناک رفت و گمان می کرد که ما بر او سخت نمی گیریم. او در این حال تاریکی های تو در تو چنین نیایش کرد که نیست معبودی جز تو، پاکی تو ای خدا، بیگمان من از جمله ستمگاران بودم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
در این حال دعای او را قبول کردیم و او را از آن تنگنا نجات دادیم و این چنین مؤمنان را نجات می دهیم. و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. و زکریا را به یاد دار هنگامی که به پروردگارش چنین نیایش کرد: پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. در این حال دعای او را قبول کردیم و به او یحیی را دادیم و همسرش را برای او برومند ساختیم، یعنی از نازایی نجات دادیم. بیگمان اینها مردمی بودند که در امور خیر پیش دستی می کردند و به ما به امید برخورداری از مرحمت ما و بیم از عذاب ما نیایش می کردند و برای ما فروتن بودند. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. و زن را به یاد آور که پاکدامنی خیش را حفظ کرد و ما به او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان معجزه گردانیدیم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اینها همگی امت شمایند، امت واحد و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بعد از ایشان بازماندگانشان در امور خیش تفرقه به میان آوردند، ولی در آخر کار باز همه به سوی ما باز میگردند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. از این رو کسی که نیکویی کند و مؤمن هم باشد به مساعی او ناسپاسی نمی شود و بیگمان آن را برای او می نویسیم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بر سرزمین هایی که آنها را هلاک گردانیدیم، یعنی بازگشتشان را به حق حرام قرار دادیم و از این رو ایشان به حق باز نمی گردند. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تا چون سد یاجوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه هجوم آورند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک می شود، پس در آن وقت است که چشمان کافران باز می ماند و خود می گویند ای وای بر ما، از این روز غفلت داشتیم بلکه ما ستمگار بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بیگمان شما ای کفار و چیزهایی را که به جز خدا می پرستید هیزم دوزخ هستید، همه شما به آن وارد شدنی هستید. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها خدا می بودند
هرگز به دوزخ وارد نمی شدند، در حالی که همه در آن برای همیشه به سر می برند. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. در آنجا برای اینها ناله های دردناکی است، ایشان در آنجا چیز دیگر را نمی شنوند. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بیگمان برای آنانی که از جانب ما از پیش به آنها وعده نیکویی داده شده، ایشان از دوزخ دور ساخته شدند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدای آتش آن را نمی شنوند و آنچه میل کنند به ایشان میسر است و به این حالت زندگی جاودانه را به سر می برند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دهشت بزرگ ایشان را غمگین نمی گرداند و فرشتگان ایشان را استقبال کرده به ایشان می گویند این همان روزی است که به شما وعده شده بود. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمانها را مانند پیچیدن تومار کتاب در هم پیچیم، به همان گونه‌ای که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گردانیم. این وعده است بر ما و چنین می‌کنیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بیگمان در زبور بعد از ذکر نوشتیم حتی که زمین را بندگان نیک من وارث می‌شوند. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بیگمان در این پیامی است برای مردمی که خدا را پرستش می‌کنند. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و تو را جز مرحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بگو بیگمان به من وحی شده است که خدای شما خدای یکتاست، پس آیا شما به حق تسلیم می شوید؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. اگر رو برتافتند پس بگو من همه شما را یکسان از عذاب الهی خبر دادم، اما نمیدانم آنچه به آن وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بیگمان او سخن آشکارا را میداند و آنچه را پنهان می‌دارید نیز میداند. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایش و منفعتی باشد تا مدت معین. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پیامبر گفت بار خدایا در میان ما به حق فیصله کن و پروردگار ما خداوند رحمان است و از وی در برابر این اوصافی که شما به وی نسبت می دهید یاری خواسته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان
نهایت با رحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای مردم، از پروردگار خیش بترسید. بیگمان زلزله قیامت امر عظیمی است. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روزی را که می‌بینید در آن هر شیر دهنده کودکان شیرخوار خیش را فراموش می‌کند و هر باردار حمل خود را سقط می‌کند و مردم را مست می‌بینی، اما در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. و در میان مردم گروهی اند که بدون دانش درباره خداوند به مجادله می‌پردازند و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کنند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. در حق شیطان نوشته شده که هر که او را دوست بگیرد شیطان او را گمراه می سازد و او به عذاب دوزخ راهنمون می شود. یا ایها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای مردم، اگر در مورد رستاخیز در شک هستید، چرا در این نمی‌اندیشید که بیگمان شما را از خاک آفریدیم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پارچه گوشت، که بعضیشان خلقت کامل دارند و بعضی خلقت کامل ندارند، تا قدرت خیش را به شما واضح سازیم و هر کی را بخواهیم تا موعد معین در رحمها باقی میگذاریم. باز شما را به شکل طفل بیرون می آوریم تا چون به سن رشد رسیدید بعضی از شما می میرد و بعضی از شما به بدترین عمر می رسد تا هیچ نداند بعد از آن که می دانست و زمین بیبرگ و بار را می بینی. پس چون بر آن آب فرو ریزیم ناگاه می بینی که به حرکت می افتد و نمو می کند و در آن انواع رویدنی های زیبا می روید. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به سبب آن است که خداوند هم اوست حق و هم اوست که مردگان را زنده می گرداند و هم اوست که بر همه اشیا قدرت دارد. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن
قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست و بیگمان خدا کسانی را که در قبرهایند برمی‌انگیزد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. با این هم در میان انسانها کسی پیدا می شود که بدون دانش، بدون رهیابی و بدون آنکه کتاب روشن او را راهنمایی کرده باشد به مجادله می پردازد. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. با اهانت و تکبر خود را دور می دهد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنیا رسوایی است و در روز قیامت به او عذاب آتش سوزنده را می چشد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید. خداوند می گوید این به سبب چیزی است که دستهای تو از پیش فرستاده است و خدا هرگز بر بندگان خویش ستمگار نیست. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. از مردم کسی هست که خدا را بر یک پهلو برای دست یافتن به منافع خاص خود می پرستد. اگر به او خوبی رسد به آن مطمئن می شود، اما اگر به مصیبت مبتلا شود روی خود را بر می گرداند. او در دنیا و در آخرت خساره‌مند شده و همین است خسران آشکارا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. بجز خدا چیزی را پرستش می کند که نه برایش ضرری رسانده می تواند و نه هم نفع و این است گمراهی دور از حق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. کسی را پرستش می کند که ضررش از نفع او نزدیکتر است. چی بد یاوری، چی بد دوستی. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بیگمان خدا آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند به بهشت‌های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. حقا که خداوند آنچه می خواهد به سر می رساند. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هرگاه کسی فکر می کند که خداوند او پیامبر را در دنیا و در آخرت کمک نمی کند، پس با ریسمان خود را به سقف بیاویزد، سپس آن را قطع کند تا ببیند این چاره سنجی او خشمش را فرو می نشاند. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بدین گونه ما آن قرآن را آیه های روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کی را بخواهد رهیاب می سازد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن
مسلمانان، یهودیان، سابیها، نصارا، مجوس و مشرکان، خداوند در میان ایشان در روز قیامت داوری می کند. حقا که خداوند بر همه چیز گواه است. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیدی هر که در آسمان ها و هر که در زمین است خدا را سجده می کند و نیز آفتاب، ماه، ستارگان، کوهها، درختان، جانوران و تعداد کثیر از مردم و بر تعداد کثیر آنها عذاب متحقق شده است و کسی را که خدا خوار کند هیچ کسی نمیتواند او را گرامی دارد. حقا که خداوند هرچه بخواهد می کند. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه متخاصم در مورد پروردگارشان به خصومت پرداختند. پس آنانی که کافر شدند برای ایشان از آتش جامه های بریده شده است، از بالای سر ایشان آب جوش انداخته می شود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. با آنچه در شکمهایشان است و نیز جلدهایشان ذوب می شود. ولهم مقامع من حدید. و افزون بر آن برایشان گرزهایی است از آهن. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه بخواهند از آن از غم و اندوه بیرون آیند به آن بازگردانیده می شوند و برایشان گفته می شود عذاب آتش را بچشید. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند به بهشت‌های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و در آنجا با زیورهای دستبندهای طلا و مروارید پوشانیده می شوند و لباسهایشان در آنجا حریر است. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. و به سوی سخن نیکو یعنی بی آلایش هدایت می شوند و به راه خداوند ستوده راهنمایی می شوند. إن الذين كفروا ويصدون الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. و آنانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا و مسجد حرام باز می دارند، آن جای را که برای همه مردم عبادتگاه قرار دادید، چی مردمی بومی آن سرزمین باشند و چی به حیث ظاهر همه مساوی اند و هر که در آن به ظلم انحراف جوید او را از عذاب دردناک می چشند. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
که برای ابراهیم جای خانه کعبه را آماده ساختیم و به او گفتیم با من چیزی را شریک مگردان و خانه ام را برای طواف کنندگان، قیام کنندگان، رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک ساز. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مردم را به حج فراخوان تا به سوی تو پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر و از راه‌های دور بیایند. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تا به سود خیش دسترسی یابند و در روزهای مشخص نام خدا را بر چارپایانی که به ایشان ارزانی گردانیده ببرند، یعنی آنها را به نام خدا قربان کنند. از گوشت اینها حیوانات قربانی شده بخورید و نیز انسانهای بینوای فقیر را بخورانید. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سپس چرک بدن خود را برطرف کنند و به نظرهای خیش وفا نمایند و به دور بیت العتیق یعنی خانه خدا طواف کنند. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. این است مناسک حج و هر که حرمات خدا را یعنی چیزهایی را که خدا به آن حرمت داده تعظیم کند، این برای او در نزد پروردگارش بهتر است. برای شما چارپایان حلال شد جز آنچه برای شما خوانده می شود. از این رو از پلیدی بتها خودداری نمایید و نیز از سخن دروغ بپرهیزید. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. در حالی که به خدای خود راست باشید به او شریک نیاورید و کسی که به خدا شریک آورد گویی از آسمان افتاده و آنگاه او را پرندگان را بوده اند یا باد او را در محل دور انداخته است. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این است حال مشرکان و هر که شعائر خدا را تعظیم کند پس این بزرگداشت از پرهیزگاری دل هاست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. در آنها برای شما منافع است تا وقت معین، سپس محل قربانی آنها به سوی بیت العتیق یعنی خانه کعبه است. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. برای هر امت
علامت قربانی قرار دادیم تا نام خدا را به آن چارپایانی که به ایشان ارزانی کرده است در هنگام ذبح آنها ببرند. پس خدای شما معبود یگانه است. خود را به او تسلیم کنید و متواضعان را بشارت بدید. کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان را ترس فرا میگیرد و صابران را چون مصیبتی به ایشان برسد شکیبایند و آنانی که نماز را به کمال و تمام برپا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می‌کنند. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. و شترهای قربانی را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم. در آنها برای شما خیر است و در حالی که صف بسته اند نام خدا را بر آنها ببرید. پس چون گردن زده شدند و به پهلوهای خود افتادند از گوشت آنها بخورید و تنگدستانی را که قانعند و آنهایی را که قانع نیستند از آن بخورانید. برای شما حیوانات را این چنین رام گردانیدیم تا باشد که شکر کنید. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هرگز به خداوند گوشت آنها و خون آنها نمی رسد بلکه به او پرهیزگاری شما می رسد. برای شما حیوانات را این چنین رام گردانیده تا خدا را به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را بشارت بدید. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بیگمان خداوند دسایس کافران را از مسلمانان دفع می کند. بیگمان خداوند هیچ خائن ناسپاسی را دوست ندارد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. به کسانی که با ایشان مقاتله می شود اجازه جنگ داده شده به سبب آنکه به ایشان ستم شده است و حقا که خدا بر نصرت دادن ایشان تواناست. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آنانی که به ناحق از دیارشان بیرون آورده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است و اگر خداوند یک دسته از مردم را به وسیله دسته دیگر مردم دفع نکند بیگمان صومعه ها، کلیساها، معابد یهودیان و مساجد که در آنها ذکر خدا به کثرت صورت میگیرد ویران میگردد و خداوند کسانی را که در راه تبلیغ آیین او کمک میکنند یاری مینماید. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منی است. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
کسانی که اگر ایشان را در زمین مستقر گردانیدیم نماز را به تمام و کمال برپا داشته زکات می دهند و به کار نیک امر می کنند و از کار بد نهی می ورزند و انجام امور از آن خداست. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. اگر تو را تکذیب کنند بیگمان قبل از ایشان قوم نوح، عاد و ثمود نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند. و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. و قوم ابراهیم، قوم لوط و اصحاب مدین نیز عین کار را کردند. همچنین موسی تکذیب شد. به این ترتیب کافران را مهلت دادیم و سپس ایشان را گرفتار ساختیم. پس انکار عقوبت من چگونه بود؟ فکأین من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ای بسا از شهرها را که تباه کردیم به سبب اینکه ساکنان آن ستمگار بودند، به گونه‌ای که بر سقف‌های خود فرو ریختند. و ای بسا چاه‌ها که متروک شد و ای بسا که قصرهای مستحکم و سر به فلک کشیده از سکنه خالی شد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا آنها در زمین سیاحت نکردند تا صاحب دلهایی می بودند که با آن حقیقت را درک می کردند یا گوشهایی که با آن می شنیدند؟ پس بیگمان چشمهای ایشان نابینا نمی شود مگر دلهایی که در سینه هاست نابینا می شود. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. و از تو با شتاب زدگی عذاب را تقاضا می کنند و خداوند وعده خیش را خلف نمی کند و بیگمان یک روز نزد پروردگار تو معادل 1000 سال است از آنچه شما می شمارید. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ای بسا از قریه ها که به اهل آن مهلت دادم در حالی که ایشان ستمگار بودند، باز ایشان را گرفتار ساختم و بازگشت همگان به سوی من است. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین. بگو ای مردم جز این نیست که من بیم دهنده آشکاری هستم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پس کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند برای ایشان آمرزش و روزی کریمانه است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. و آنانی که در برابر نشانه های ما تلاش کردند و این پندار که ما را عاجز بسازند هم ایشانند اهل دوزخ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم. و پیش از تو هیچ رسولی و هیچ نبی را نفرستادیم مگر چون آرزوی برای تأمین رسالتش به دل می پرورانید، شیطان در آن آرزوی او القاءات به عمل می آورد. آنگاه خداوند چیزی را که شیطان القا کرده بود از میان می برد و بعد از آن خدا آیات خیش را استحکام می بخشید و خدا دانا و با حکمت است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید. حکمت این رویداد آن بود تا چیزی را که شیطان القا می کند برای کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز برای کسانی که دلهایشان سخت است وسیله آزمایش گرداند و بیگمان ستمگاران در مخالفت یعنی عداوت شدید و از حق دور قرار دارند. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و تا آنانی که به ایشان علم داده شده بدانند که بدون شک این وحی حق است و از جانب پروردگار توست و به این ترتیب به آن ایمان آورند و دلهایشان در برابر آن نرم شود و بیگمان خداوند راهیاب سازنده مؤمنان است به سوی راه راست. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. کافران در مورد این وحی همیشه در شکند تا ناگهان قیامت به ایشان بیاید یا برایشان عذاب روز نهایت نحس فرا رسد. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. سلطنت در آن روز از آن خداست، در میان ایشان حکم میکند. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند در بهشت‌های پر نعمت و نازند. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئك لهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند برای ایشان عذاب رسوا کننده است. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خیر الرازقین. برای آنانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا مردند بیگمان خدا بر ایشان روزی نیکوی عنایت می کند و حقا که خداوند هم اوست بهترین روزی دهندگان. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلیم حلیم. بیگمان ایشان را به جای داخل می گرداند که به آن خوشنود می شود و بیگمان خداوند دانا و صاحب حلم است. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. این چنین است هرگاه کسی به همان اندازه مجازات کند که به او ستم شده است و باز بر او تعدی شود بیگمان خدا او را کمک می کند حقا که خدا بخشایشگر و آمرزنده است. ذلك بأن الله
این به سبب آن است که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل می سازد و بیگمان خداوند شنوا و بیناست. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این به سبب آن است که بیگمان خداوند هم اوست حق و بیگمان آنانی را که ایشان جز او نیایش می کنند همان است باطل و حقا که خداوند هم اوست بلند مرتبه و بزرگ. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیا نمی بینی که بیگمان خدا از آسمان آب را نازل می کند پس زمین به آن سرسبز می شود؟ حقا که خداوند صاحب لطف و آگاه است. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و بیگمان خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیا نمی بینی که خداوند هر آنچه را در زمین است به شما رام گردانید و نیز کشتی ها را که در بحر به حکم او در حرکتند و آسمان را نگه می دارد از آنکه جز به حکم او بر زمین بیفتد. حقا که خداوند به مردم مهربان و بخشاینده است. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. اوست که شما را زنده کرد سپس شما را می میراند و باز زنده می کند. بیگمان انسان ناسپاس است. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. برای هر امتی روشی در عبادت قرار دادیم که با آن شیوه روانند پس نباید با تو در این کار نزاع کنند و ایشان را به سوی پروردگار دعوت کن. حقا که تو به راه راست هستی. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. و اگر با تو نزاع ورزند پس بگو خدا به آنچه می کنید داناتر است. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. خداوند در میان شما در آنچه در آن اختلاف داشتید در روز قیامت حکم می کند. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا نمیدانی خداوند به آنچه در آسمان ها و زمین است میداند؟ بیگمان اینها همه در کتاب ثبتند. حقا که این برای خدا آسان است. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. با این هم ایشان جز خدا چیزی را که خدا برای آن دلیل نفرستاده و چیزی را که به آن علم ندارند میپرستند و برای ستمگاران هیچ مددگاری نیست. وإذا تتلى عليهم آياتنا
كفروا وبئس المصير. و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود، در چهره کافران حالت انکار را می بینی، به حدی که نزدیک است به آنانی که آیات ما را به ایشان می خوانند حمله کنند. بگو آیا شما را به بدتر از این حالت ناآرام کننده خبر دهم؟ و آن آتش دوزخ است. خدا آن را به کافران وعده داده و چی بد جای بازگشت است. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مسئله زده شده است، پس به آن گوش دهید. بگمان کسانی را که به جز خدا نیایش می کنید مگسی را هم آفریده نمی توانند، گرچه همه ایشان برای آن جمع شوند، و اگر مگس از ایشان چیزی را برو باید آن را از مگس باز گرفتن نمی توانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. خدا را به گونه ای که لایق اوست قدر نکرده اند، حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منیست. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. خداوند از فرشتگان پیامبرانی برمیگزیند و از مردم نیز، بیگمان خداوند شنوا و بیناست. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. آنچه را در پیش روی آنها و آنچه در پشت سر ایشان است می‌داند و همه امور به خدا رجعت می‌کند. ای مؤمنان، رکوع کنید، سجده کنید، پروردگار خیش را بپرستید و کار نیک انجام دهید تا باشد که رستگار شد. وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. و در راه خدا آنگونه جهاد کنید که حق جهاد او را به جا آورده باشید. او شما را برگزید و برای شما در دین هیچ مشکلی نگردانید. دینی که آیین پدر شما ابراهیم است، هم اوست که شما را مسلمان نامید، هم پیش از این و نیز در این کتاب، تا باشد که پیامبر بر شما و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را به تمام و کمال به جا آورید، زکات بدهید و به خدا تمسک جویید. او حامی شماست. پس چی خوب مولای و چی خوب مددگاری.